امروز سومین روز تعطیلاتمه و من به مدت 2 هفته تعطیلات دارم. وقتی بیدار شدم هوا ابری بود و یه لحظه دارم اومد که مهاجرم. گفتم بیام امروز نشون بدم که یه مهاجر وقتی از خواب بیدار میشه و قرار نیست کاری انجام بده روزشو چجوری میگذرونه. هوا رو ببین دیگه، ابری ابری بعد از کلی روز که فقط روشن بوده. اصلا مهاجرت یه چیز عجیبیه. فکر کن کار میکنی، درس میخونی و منتظری که تعطیلاتت فرا برسه. بعد تعطیلاتت که فرا میرسه متوجه میشی اوه تو عملا اینجا هیچ کاری برای انجام دادن نداری. خصوصا که بعد از فکر کنم 3 ماه هوای آفتابی، امروز که روز سوم تعطیلاتمه هوا کاملا ابریه و وقتی بیدار شدم اینطوری بودم که اوه خدای من امروز قراره چجوری بگذره، که یهو دوستم بهم زنگ زد که برم ببینم چه خبره، یه دور بزنم. فکر کنم همه آدمایی که توی آلمان زندگی میکنن اینو میدونن که وقتی میای بیرون، وقتی از قبل میدونی هوا قراره یه ذره قاراشمیش بشه، یه لباس دیگه باید با خودت بیاری. تا موقعی که ماشین بخریم و بتونیم راحت رفت آمد کنیم باید یه سری سختی‌ها رو به جون بخریم. من همتون میدونید توی یه شهر کوچیک زندگی میکنم. نه هیچ کس نمیدونه، اولین بار دارم میگم. توی یه شهر کوچیک زندگی میکنم که توی 40 دقیقه‌ای اشتوتگارده. 40 دقیقه 35 دقیقه و ببین شهر آرومیه و پر از خارجیه. خب منم خارجی ام دیگه. پشت هر چراغ قرمز یه دونه از این دستگاه هست که ما باید بزنیم، منتظر وایسیم ماشینا برن، بعد اون چراغ سبز بشه و ما بتونیم از خیابون رد بشیم. سبز شد و منم رد میشم. تراکم جمعیت ها با جایی که توی زندگی میکنیم مقایسه کنید دیگه. اینجا یه شهر 50,000 نفر است. برداشتم گفتم خجالت بکش روز اول دختر. مدرسه‌شه چند روزی بود. گفتم خجالت بکش دختر، تو دیگه داری میری توی شرکت کار میکنی، داری بزرگ شدی، دست از این کار آره بردار. اینجا یه فروشگاه پپکو، همه چی دارن فروشگاه ها اینجا. خرید اول تقریبا به سلامتی داره انجام میشه چون 2 تا دختر با هم اومدن بیرون. بچه سیستم جدیده دیگه. چجوری؟ یعنی سیستمیه که خودت حساب میکنی، بارکد من چه میدونی، خودت بارکد میزنی حساب میکنی و حساب میکنی میری بیرون. آقا من هیچی لباس واسه شروع کارم و اسپیلونگم ندارم، یه لباس رسمی. و اینطوری شد که ما تصمیم گرفتیم به خاطر اینکه تینا داره شولش شروع میشه بیایم و لباس بخرم. نظر چیه؟ عالیه، ولی اگه پیدا کنم. به نظرتون این خیلی جالب نیست که در فروشگاه ها نه ساعتی میذارن که تو بتونی گذر زمان رو متوجه بشی و هم یک موزیک خوبه، یک بوی خیلی خوب میاد که تو راه بری و فقط انتخاب کنی. همه جای چیزهای جذابی وجود داره واسه خریدن. چطوری ممکنه؟ خدایا خودم رو نشون بدم. هلو سلام. همین الان با یه عینک توی هاوندن برخورد کردم. واه بامزه است ولی کج احساس میکنم. این ورش بالاتر تا این ورش پایین‌تره. من اینطوری حس میکنم. اومدیم به فروشگاه دوم، فروشگاه مولا و اینجا در واقع برند مورد علاقه منم هست. الان میخوام ببرم سمت اتکالون مورد علاقم. دوست دارم بخرمش. شما نگاه کن شنل شماره 5 که معروف ترینشه، که کوکو شنل به خاطر این عطر کلا معروف شده، گرونترینشه و 218 یورو پولشه و من دقیقا همینو میخوام. قسمت بعدی خرید ما رو رسون به فروشگاه اکشن که تقریبا از جون مرغ تا کون آدم، از
خون مرغ تا جون آدمیزاد یه همچین چیزی داخلش وجود داره. یعنی شما فکر کن به این بزرگیه و توی هر طبقه میلیون ها وسیله وجود داره. نگاه کنید دیگه. قیمتاش هم بد نیست دیگه. مثلا اینجا نگاه اون ته لاین. واه. من خیلی نیاز به یه دونه از این چیا دارم که تو گوش قرار میگیره. اینجا الان یه دونه برداشتم فیلیپسه. قیمتش هم بد نیست 20 یورو. امتحان کنم ببینم چجوریه. نتیجه رو اعلام میکنم. اولین وسیله‌ای که خریدم امروز این شد که باز با کارت هم حسابش میکنم. می کارت بتا تو کته dankeschön. این سری برنج باسماتی برداشتم. بعد نگاه میکنم ببینم این ماهیه به این گنده 1 کیلو 250 گرم آف خورده 30%. قیمت خودش 21 یوروه. الان اصلا تقریبا 16 یورو میشه. واقعا میارزه. من عاشق ماهی هم دارم بخورم. خونه درستش کنم بخورمش. باید از این واگنای خرید برمی داشتم و نداشتم. از تازه خریدن تموم نشده. این جالبه. شایسته. من خریدم و دارم انجام میدم. نگاه کنم ببینم چی اینا رو میذاری اون ور یه ذره. میت کارت بچه 27 یورو و 46 سنت دوباره. یعنی این فقط واسه امروزه. و اینطوری شد که اتوبوس رو گرفتم تو لحظات آخر. داره بارونم میاد شدید. یه چیز عجیب غریب. همین الان رسیدم خونه و میخوام اینو بازش کنم به خاطرش خیلی ذوق دارم. خیلی وقت ببین میخواستم یه چیز بهتر بگیرم راستشو بخوای. ولی بعد با دوستام صحبت کردم و گفتن که اونا گفتن از اکشن ما گرفتیم چیز جالبی هم بوده. چاقو بیارم. فیلیپسه. حالا خوبیش اینه انگاری از اینایی که خیلی کوچولوه. خدا کنه توشم وایست بستش کنم حتی اگه باتری داشته باشه. یکی موبایلم